تا حالا دیدی بعضی از آدما وقتی روز تولدشون میرسه انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، نه ذوق میکنن نه منتظر تبریک گفتن بقیه‌ان. حتی بعضی از بقیه قایم میکنن که اون روز تولدشونه، ولی پشت این رفتارها یه دنیای روانشناسی و جالبی هستش. خیلیا فکر میکنن این آدما مغرورن یا از جشن خوششون نمیاد، اما واقعیت خیلی عمیق‌تر از اینه. ببین بعضی از این آدما از بچگی یاد گرفتن هیچ کس براشون روز خاصی رو جشن نمیگیره. یعنی وقتی کوچیک بودن هیچ کس بهشون حس مهم بودن نداده. نتیجهش چیه؟ ذهنشون یاد گرفته که تولد یه روز معمولی مثل بقیه روزاست و هیچ روز خاصی براشون به حساب نمیاد. همین عادت‌ها تو بزرگسالی براشون میمونه. یه گروه دیگه هستن که اتفاقا از درون خیلی احساسی هستن، ولی چون درونگران از توجه زیاد خوششون نمیاد. وقتی وسط یه جمع بزرگ قرار میگیرن مضطرب میشن، پس ترجیح میدن تولدشون رو بی سر صدا بگذرونن. مثلا فقط با یه نفر صمیمی، با اونی که باش راحتن، با رفیقشون، با اون فامیلی که باش راحتن، یا حالا هر کی. برای اونا سکوت خیلی بهتر از جشن و تولد و کیک گرفتنه. اما یه دسته دیگه از آدم‌ها هستن که نگاه فلسفی تری دارن. برای اونا تولد یعنی یادآوری گذر زمان، یعنی زمان چقدر زود میگذره، چقدر زود از جلوی شما رد میشه. هر سال که میگذره یه خط دیگه به دفتر عمرمون اضافه میشه. یه جور حس دوگانه است. از یه طرف شکرگزارن که زنده‌ان، یعنی واقعا خدا رو شکر، که از یه طرف هم غمگین میشن که عمرشون داره تموم میشه و داره میگذره. واسه همین ناخودآگاه نمیخوان اون حس رو تجربه بکنن و سعی میکنن روز تولد رو عادی بگذرونن. یه مورد دیگه هم هست، برخی از آدمایی که تولد براشون مهم نیست. احساس میکنم محبت‌های روز تولد یه جور ادای اجباریه که فقط در اون لحظه است که خودم هم واقعا جزو این افراد هستم. میگه که اگه پیش خودشون میگن که آقا این یارو که میاد انقدر به من محبت میکنه، انقدر ابراز محبت میکنه، میگه دوست دارم، چرا فقط توی روز مهم که تولدمه میاد این حرفو میزنه؟ روزهای دیگه اصلا خبری از این حرفا نیست. و اگه واقعا میگن که دوستم داری، بیا بقیه روزام بهم نشون بده. برای همین ترجیح میدن که اون روز تبدیل به یه نمایش مصنوعی نشه. از نظر روانشناسی این نوع طرز فکر نشونه بلوغ و یه جور بلوغ عاطفیه، چون فرد یاد گرفته که خوشحالیشو وابسته به رفتار بقیه نکنه. میگه من خودم میتونم حالم خوب کنم و نیازی به دیگران ندارم، بدون اینکه منتظر تبریک یا کادو گرفتن از کسی باشم. البته ته دل این آدما معمولا هنوز اون کودک کوچولوی درونشون فعاله و منتظر توجه هستن که بالاخره یه خوشحالی داشته باشن، ولی یاد گرفتن که ساکتش کنن. یه نکته جالبتر هم هست، برعکس چیزی که به نظر میاد، خیلی از این افراد اتفاقا احساسات خیلی قوی‌تری دارن، فقط بروز نمیدن. وقتی کسی تولدش رو بهش تبریک میگه، شاید از بیرون هیچ حس و واکنشی نشون نده، واقعا یه چیز عادی براش باشه، ولی از درونش خیلی خوشحال میشه و از درونش واقعا به اون فرده احساس خوبی پیدا میکنه و واقعا خوشحال میشه. یه بخش دیگه از ماجرا به فشارهای اجتماعی برمیگرده. این روزا همه از تولدشون و عکس و استوری میذارن و واقعا میخوان نشون بدن به بقیه که تولدشونه. بالاخره دنیای مجازیه و اینجور داستانش. ولی یه عده میخوان که وارد این بازی نشن، میخوان همونجا بمونن و با کسی مقایسه نشن. نمیخوان حس کنن تولدشون با اندازه بقیه مثلا خاص نیست، پس تصمیم میگیرن اصلا جشن نگیرن تا با کسی مقایسه نشن. ولی واقعیت اینه که تولد فقط یه بهونه است، یه بهونه برای اینکه یادت بیاد تو کجا این زندگی اومدی، خیلی چیزا رو گذروندی و هنوز داری ادامه میدی. حتی اگه کسی یادش نباشه که تو جشن گرفتی نگرفتی، اصلا فکرش به تو نباشه، اون روز هم بازم یه نقطه است بین دیروز و فردا. یه فرصت برای اینکه بگی من هنوز اینجام و هستم. در آخر باید بدونی آدمایی که تولدشون براشون مهم نیست لزومی نداره غمگین یا افسرده باشن. فقط بعضیا دنبال آرامشن و جشن‌ها براشون آرامش نمیاره. برای همین انتخاب میکنن که ساکت باشن، تو سکوت زندگی کنن. نه چون اهمیت نمیدن، بلکه چون نوع شادیشون متفاوته.
شاید ما هم باید یاد بگیریم که هر کسی شکل خودش رو برای شادی داشته باشه.